آموزش ضوابط پذیرش نمونه بتون توی 2 سوت. اینجا گفته بتون رده مد نظر ما 20، یعنی بتون ما دوستان C20 هستش. کدام یک از نتایج 3 نمونه متوالی از بتون قابل قبول می باشد؟ صفحه 480 و صفحه 481 دو تا شرط به ما داده که شرط دومش میگه آقا هیچ کدوم از نمونه ها کمتر از 90% اف پرایم سی نباشه، یعنی کمتر از 90% چیزی که میخوایم. 90% 20 میشه چقدر؟ 18. پس زیر 18 قابل قبول نیست که گزینه 1 به خاطر این موضوع حذف میشه. شرط اول هم میگه آقا میانگین بگیرید، میانگین بشه اف پرایم سی و بیشتر. پس میانگینی که میگیریم باید بشه 20 و بیشتر، کمتر قابل قبول نیست. اینجا میشه 58 جمعشون و میشه 19 و 33 قابل قبول نیست. اینجا بازم میشه 58 تقسیم بر 3 میشه 19 و 33 باید بشه 20 و بیشتر. اینجا میشه 65 و تقسیم بر 3 میشه 21 و 66. پس گزینه 2 قابل قبول.